ویدیو قراره به شما بگیم 5 بازیگر مرد محبوب ترکیه بین مخاطبین فارسی زبان تا سال 2020 چه کسانی هستند. احتمالاً برای شما هم جالبه که بدونید محبوب ترین بازیگر مرد ترک بین مخاطبین ایرانی، تاجیک و افغان کیه؟ ما با چند نظرسنجی به جواب این سوال رسیدیم. پس توی کانال لنز عضو بشید و با ما همراه باشید. شماره 5 بوراک اوزچویت. بوراک 36 ساله متولد 1974. او با بازی در سریال‌های حریم سلطان و چکاوک به شهرت رسید و با بازی در سریال عشق بی‌پایان یا عشق سیاه به همراه نسلیان آتاگول این شهرت رو جهانی کرد. بوراک سابقه دومین مدل جهان در سال 2005 رو داره و تا حالا کلی جایزه سینمایی و تلویزیونی هم دریافت کرده. شماره 4 کیوانچ تاتلیتوق. بازیگر 37 ساله متولد 1973 که با بازی در سریال‌های عشق ممنوعه و کوزیگونی به شهرت رسید و با سریال سعید و شورا این شهرت رو بیشتر کرد. کیوانچ در کشورهای عربی به عنوان برد پیت خاورمیانه شهرت داره و در کنار کلی جایزه معتبر سابقه بهترین مدل جهان در سال 2002 و 3 بار جایزه پروانه طلایی به عنوان بهترین بازیگر مرد رو در کارنامش داره. شماره 3 بوراک دنیز. بوراک دنیز 29 سالشه و متولد سال 1991. سریالایی که معروفش کردن جزرومت و خصوصا عشق حرف حالیش نمیشه بود. سریال حکایت ما این شهرت و محبوبیت رو دوچندان کرد. بوراک چندین جایزه دریافت کرده و تا حالا 2 بار نامزد دریافت جایزه پروانه طلایی برای بهترین بازیگر مرد شده. شماره 2 باریش آردوچ. باریش 32 ساله متولد سال 1987. اون با سریال عشق اجاره شهرت و محبوبیت زیادی به دست آورد و حضور درخشانش در سریال کوزگون یا کلاغ سیاه در تثبیت شهرت و محبوبیتش نقش زیادی داشت. باریش تا به حال علاوه بر کلی عناوین معتبر تونسته 2 بار جایزه پروانه طلایی به عنوان بهترین بازیگر مرد رو هم به دست بیاره. شماره 1 جان یامان. جان 30 سالشه و متولد سال 1989. او با بازی درخشانش در سریال قرص ماه توی دل مخاطبا جا باز کرد. اما سکوی پرتابش که برای شهرت و محبوبیت بین المللی و جوایز زیادی رو به دست آورد سریال پرنده سرخز یا عطر عشق بود. ارمغان این سریال برای جان علاوه بر کلی جایزه یه پروانه طلایی بود. این نکته قابل ذکره که جان یامان توی نظرسنجی‌ها با اختلاف زیادی نفر اول بود و این نشون دهنده علاقه زیاد فارسی زبان‌ها به این بازیگر و موفقیت زیاد سریال عطر عشقه. نظر شما چیه؟ حق چه کسی بود توی این لیست باشه و چه کسی باید از این لیست حذف بشه؟ آیا بازیگر محبوبتون توی این برگزیده‌ها هست؟ سلیقه مخاطبین فارسی زبان چطوره؟ اگه این ویدیو رو دوست داشتین حتما همین حالا دکمه قرمز رنگ عضویت رو فشار بدین و توی کانال لنز عضو بشین. با لایک ویدیو به ما کلی انرژی و انگیزه میدین.